مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که قسمت دهم فسادهای اخلاقی و انواع و اقسام ارتباطات بازیگران صنعت پر رونق، دیگه باید دو دست بگیم ماشاءالله اینقدر رونق سینمای ایران بالا است، رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز مستند جالبی داریم راجع به خیلی از افراد می‌خوایم صحبت بکنیم، راجع به فوتبالیستایی که با بازیگران در ارتباط بودن و آدم‌های مختلفی که ماشاءالله خیلی خوب میزنن توی صنعت سینمای ایران. اما قبل از اینکه قسمت دهم این اتفاقات رو با هم دیگه آغاز بکنیم، یه لطف بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید. دکمه قرمز رنگ این پایین است. اگه قبلا سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید که بتونید ویدیوهای جدید ما رو ببینید. دسترسی به قسمت‌های قبلی و آرشیو ویدیوهای رسانه پشت پرده هم داشته باشید. اما آغاز می‌کنیم قسمت دهم فسادهای اخلاقی بازیگران صنعت سینمای ایران رو. قبل از اینکه بخوایم راجع به افراد جدید صحبت بکنیم، یه مقدار راجع به اتفاقاتی که در 9 قسمت قبلی افتاد و بعد از اینکه ما افشاگری کردیم چه اتفاقی به حال روز افرادی که ما راجعشون صحبت کردیم افتاده صحبت میکنیم. اول راجع به آقای علیرضا بیرانوند صحبت میکنیم که یه سری وایسای لاکچری از ایشون پخش کردیم. بریم اتکایشو ببینیم. عزیزم بذار من برسم ایران. تا الان من تا الان آف بودم، تازه رسیدم ایران. هنوزم الان تو فرودگاهم، یعنی تو فرودگاه تازه سوار اتوبوس شدم، دارم میرم سمت خونه. عزیزم بی معرفت شد یا نیستی یهو پیدات میشه میگی یه موقع آف نشی ها. تفنگ حرفک آهو بکشی آهو قشنگم، تفنگ بازه و düz فراری، تفنگ تا تونه دارم غم نارم یه برارم. ای جونم خوشتیپ جون عکس الان تو بفرست ببینم. عزیزم چیکار میکنی الان همین الان اینو داری چیکار میکنی؟ فدود به قول جناب خان چیز بچینی، فدود گل بچینی، بوس بدو. عشقم دیگه چه خبر عشقم؟ چیکار میکنی خوشگل من؟ ای عزیزم چه صدایی داری؟ طول سگ تخم سگ. تو به این صدا میگی من صدام زشته ها؟ طول سگ بگیر بخواب، منم میخوابم. شب بخیر. البته اگه اجازه بدین ها. جون خوشگل من، خوشتیپ من، سکسی من، چقدر نازی. عشقم خوشگل من، دیوونه. من دارم میرم چیز تمرین اومدم به وایس میدم. بعد از انتشار این وایس ها بود که خبر رسید که همسر آقای بیرانوند با توجه به این وایس ها، این اتفاقات، میخواد از آقای بیرانوند جدا بشه و در رسانه ها هم این خبر پیچید. بعد از اون یه سری از افراد اومدن و به ما گلایه کردن که شما آبروی افراد رو میبرید، نمیدونم شما با زندگی افراد بازی میکنید. اولا اینکه ما هیچ ربطی نداره. بیرانوند رفته ترتیب یکی دیگر رو داده، بعد خانومش فهمیده ما مقصریم. کسی که جنبه معروفیت نداره، جنبه زندگی مشترک نداره و جنبه خیلی چیزای دیگر رو نداره، خب چرا میره دختربازی و از این کار انجام میده که بعدش گندش بالا بیاد ما مقصر بشیم؟ در همه جای دنیا رسانه ها راجع به افراد معروف صحبت میکنن. قبلا هم گفتم دیگه، ما از ترامپ بالاتر نداشتیم که گفتم با فلان خانوم بوده و تو رسانه ها پیچید، یا سایر بازیگرای معروف. و رسانه ها همیشه راجع به این قضايا صحبت میکنن. سلبریتی که صبحونه و نهار و شامش و نمیدونم از توالت رفتنش و نمیدونم مدل جدید موبایلی که میگیره نشون میده و انواع اقسام ماشینایی که میخره رو نشون میده. اون زندگی شخصیش نیست. ما که میام راجع به یه مقدار پشت پرده زندگیاش صحبت میکنیم، میشه آبرو بردن و زندگی طرفو خراب کردن و یه عده میان میگن نمیدونم پنهان کار باش. ما این چیزا بلد نیستیم. ما هر چیزی که باشه میگیم و خیلی از این فوتبالیست‌ها ماشاءالله
نه نمیگن و کلا پاره پوره کردن هر آدمی که میاد دایرکتشون، اصلا ظرفیت ندارن دیگه، یعنی به هیچ کی نه نمیگن. یا مثلا این سردار آزمون که فکر میکنم من عکس با 500 تا دختر دارم، یعنی اسم نمیدونم یه سری از افراد تو فضای مجازی در رفته، ولی این افراد میان از معروفیتشون سوء استفاده میکنن، خیر سرشون الگوان مثلا، و به افراد نمیدونم میگن میخوایم بگیریمتون، طرفم فکر میکنه این مثلا آدم معروفیه، آدم لاکچریه، سلبریتیه، فقط میتونه با این آدم باشه، ترتیبشو میدن و خداحافظ شما. یا نفر بعدی آقای مثلا این دکتر فیکه کیه، این مسعود صابری، یعنی این آدم انقدر عشق نمیدونم فن پیج و فالوور فیک و یعنی فقط دایرکت عمه من نرفته. یعنی اگه میخواد امتحان بکنید میزان حشریت این بازیگرها و سلبریتی‌ها و خواننده‌ها رو، یه توکه پا برید دایرکتشون، یه قلبی، یه بوسی، یه چیزی بذارید خانم‌های داف و پلنگ، ببینید اگه جوابتون رو ندادن بگید همین تو اشتباه میکنید، چتا فیکه. یعنی به هیچ کی نه نمیگن. همین آقای دکتر صابری مثلا هر کسی هم که میره دایرکتش سری طرفو دعوت میکنه، عموما هم ساعت 4 صبح کد میدم، بعد میگه که 4 صبح بیا استودیو، اول میبره مطب، بعد استودیو کجاست؟ منظورش استودیو فلت خونشه که ترتیب میده. بعدم به افراد میگه برای من فن پیج درست بکنید، برای من پیج درست بکنید. این آدم چقدر عقده معروفیته. بشنوید این که از صحبت‌های مسعود صابری که برای یکی از این خانوما فرستاده بود، بعد میگفت باید بلیط هم سولدات بشه، ماشاءالله خیلی صدای خوبی داره، همش زیر دستگاه بوده درش تنظیم کردن، اینجوری هم التماس نمیدونم فروش بلیط و نمیدونم فن پیج هم میکنه. گوش بدید. آبروی من خیلی مهمه، باید ظرف یه ساعت بلیطا سولدات شه. تازه شما باید زحمت بکشی به یک نفر یا دو نفر از دوستات که خیلی قابل اعتمادن، بگی اونها همین کارو بکنن. یعنی من روی 30 تا فن پیج خیلی خوب رو تو باید حساب کنم. حذفش کردی، این دیوانه است، مادر همون مزاحمه است. این همونی بود که عکس گذاشته بود که جمشیدی من دکتر صابریه، اینا این همون عکسش آشناس برام، گو غلط که به گور داوودش خنده. عکسشو بفرست من اون صفحهشو برم چیز کنم، بلاک ریپورت اسپمش کنم. بله این شده وضعیت یه سری سلبریتی های ما. یا مثلا محسن بنگر، نمیدونم اسم دوست دخترش پرینازه، بعد همه جا میگه زن دوممه. یا مثلا مرتضی پورعلی گنجی که عکساش با اون خانومه در اومد، حالا تو قسمت بعدی راجبش صحبت کنم، فقط اشاره دادم که خودشو جمع بکنه. یا مثلا مهدی امیرآبادی که با دختری که از افراد مهم این مملکت دوست بود، حالا اسم دختر رو نمیارم، که یه دونه باغ توی سعیدآباد کرج داره، اون خونه مجردی، حالا گفتم که بدون آقای امیرآبادی، که بغل ویلای ابراهیم صادقیه، بازیکن سایپا، که اگه بخوام خیلی نشونه بدم از دخترایی که رفتن تو ویلات و آمارو فرستادن، حیوانای تزئینی توی ویلات خیلی داری، نمیدونم عقاب داری، طاووس داری، نمیدونم حیوانای لاکچری و خلاصه چیزای دیگه. گفتم حالا این افرادم به شما بگیم، یعنی فساد علاوه بر اینکه بازیگرای صنعت سینما ایران رخنه کرده، بازیکنای فوتبال و خواننده‌ها به نظر من حشری‌تر از بازیگر صنعت سینما ایران. خواهشاً یکم کم گرمی بخورید اگر زحمتی نیست. یا مثلا این آقای رجلبی مستر گلزار که دیگه آوازشو همه میدونن دیگه، عموما هم با افراد سن پایین میگرده و اگه بخوام خیلی مثلا راجع به ایشون صحبت بکنم، مثلا چند سال پیش یه دونه BMW 650 کوپه مال 2012 بهش میفروشن. یعنی چه جوری؟ یعنی شرکت BMW که نمایندگیش توی ایران هستش میاد میگه آقا ما این ماشین رو بهت میدیم، 50% رو بهت تخفیف میدیم، برای ما تبلیغات بکن، 50% دیگه شما هم قسطی بده، براش قسط میبرم بدون سود. بعد این آدم اون 50% بقیه‌اش رو هم نمیده، یعنی میپیچونه، که بعد از اون حالا فکر کنم این وسط گروکشی شد و دعوا و مسائل دیگه که بخوان 50% از آقای گلزار بگیرن. میخوام به شما اینو بگم که این سلبریتی‌ها از امتیازاتشون استفاده میکنن، ماشین لاکچری میگیرن، خونه لاکچری دارن، ولی استانداردشون استاندارد جهانی سلبریتی‌های دنیا نیست. مثلا شما فلان بازیگر معروف رو میبینی، فلان بازیکن فوتبال رو میبینی، مثل کریستیانو رونالدو، مثل مسی، بابا بنده خدا یه زن داره، بچه هم داره، باش زندگی میکنه.
تازه اونا تو اروپا زندگی میکنن، تو امریکا زندگی میکنن، سایر کشورهای آزاد زندگی میکنن، اونقدر کثیفکاری نمیکنن که شما بازیگرا و بازیکن‌ها انجام میدید. یکم ظرفیت اون معروف شدن رو خواهشاً داشته باشید. من نمیدونم مثلا اون دکتر فیک این نظام پزشکی چجور صلاحیتش رو تایید کرده. اصلا این آدم صلاحیت اینو داره مثلا یه خانوم بره تو مطبش؟ خواهشاً اگه میرید مطب ایشون با برادرتون برید، با شوهرتون برید، یه مقداری حواستون باشه، اینا خیلی درب و داغون تشریف دارن. خب یه مقداری از این بازیگرها دور شدیم، چون راجع به بازیگرای صنعت سینمایی را می‌خواستیم صحبت بکنیم. یه مقدار راجع به بازیگرام صحبت بکنیم. مثلا راجع به لیلا اوتادی اگر من خیلی بخوام نشونه بدم، یه دونه دوست پسر داشتی اسمش محمد بود که توی فیلم دعوت آقای ابراهیم حاتمی کیا باش آشنا شدی و رفتی توی اتاق پرو یه 50 ثانیه یه دقیقه اونجا بودید، یعنی بیشتر از یه دقیقه هم طول نکشید. توی اون اتاق پرو که داشتید لب و لب بازی میکردید و سایر اتفاقات. چکامه چمنما هم که دعوت شده بود به اون فیلم سینمایی که پشت صحنه‌اش حضور پیدا بکنه تو دانشگاه میرداماد که محل تصویربرداری هم بود، میبینه شما رو که تو پشت صحنه دارید چقدر بازی زیرپوستی انجام میدید و همه عوامل میفهمن. آقای حاتمی کیا که کارگردان این سریال بوده که میگفتن آدم مؤمنی بوده، این قضیه رو متوجه میشه و حتی سکانس های شما که 4-5 تا سکانس هم بود با پژمان بازیقی رو حذف میکنه. یعنی جنبه مثلا یه سریال هم نداشت. ولی محمد هم آدم داغون بودم، بودم چجوری با این آدم دوست شده؟ خودت هم که داغون بودی، یعنی تو داغون خوردیم به هم، داغون تو داغون شده. مثلا اگه بخوام مثلا خیلی نشونه بدم، مثلا تو لواسون اون ویلا آخریه توی محله افجه یادت باشه، اون ویلا آخریه که ویلای آقایی بود به اسم علی نقیان. حالا من گفتم بگم بچه پولدار تهران هم هستن ایشون، که اون پسره که با دوست بود یه دونه پژو سبز داشت. اینا میخوام دیتیل بدم که مثلا یاد باشه. مثلا باش میرفتی ولنجک، درکه، تو منطقه 13 چنار. دیگه خیلی بخوام نشونهای دیگه هم بدم، گردن خوردن هم خیلی دوست داشتی. اینا دیگه حالا گفتم بدونی که بعدش مثلا شیفت شدی به یه خواننده دیگه و با اون دوست شدی. کلا به هیچ کسی نه نمیگید. یه سری بازیگر سلبریتی که دستمالید، یعنی هر کسی از راه برسه دستمالیتون میکنه برای اینکه یه نقشی بگیرید، یه فیلمی بگیرید، برید بازی بکنید و فساد رو واقعا سر تا پاتون گرفته. یه شیفت بکنیم دوباره بازیکن فوتبال. این آقای مثلا امیرحسین صادقی، بازیکن سابق استقلال، که بیشتر با دخترای کم سن و سال مثلا کارنواداران استقلال میپره. پاتوقش هم اگه بخوام خیلی نشونه بدم، رستوران ایوان جردن اونجا مثلا قرار میذاره. یا مثلا فرشاد احمدزاده با تلان پروانه بوده، اصلا دیگه به محلی رسید که دیگه کولش هم میکرد جای مختلف و پیچید دیگه. یا مثلا برگردیم دوباره به سلبریتی‌ها، مهتاب کرامتی گفتم که اصلا با خانوما هم حالا هست یکم لزتور میپره. یه مدت مثلا با علی کریمی فوتبالیست بوده که اگه بخوام بازم از این آدم نشونه بدم، اون شبی که برف میومد رفتی شمال از علی کریمی خیلی هم از دوستداری و نشونه میدم که اینها قلق دستتون باشه. یا مثلا سحر قریشی که حالا خیلی ها گذشتهشون رو میدونن، مثلا بچه خیابون عباسی بودم سمت گمرک اونورا پایین. من که بچه تهران نیستم حالا، ولی خب میخوام دیتیل به شما بدم که اینجوری در میاد ازشون، که مثلا پدرش هم بنده خدا نمیدونم چی مصرف میکرد و اینا، که کلا خانواده داغون. یادت باشه خانم مثلا سحر قریشی یه دونه بی ام و سری 3 2012 بی ام و 320 سفید خریدی اقساطی، بعد یه روز صبح اونو گرفتی رفتی باش. بعد نکته جالبم به شما بگم که مثلا 10 صبح ماشینا رو خریده بود، 9 شب آورده بود پس داده بود، 1000 کیلومتر باش رفته بود. اگه بخوام خیلی هم راجع به اون ماشین نشونه بدم بهتون، یه دونه به اندازه کف دستم روی کاپوتش فشار رفته داخل. بعد رفت تو همون عباس آباد تهران، نمیدونم محله ماشین فروش، عین همون ماشین رو خریدی مثلا با 40-50 میلیون تومان ارزون تر، که باهاش رفتی مهمونی و اون اتفاقات و ارتباطاتت با
حاجی و اینا که بماند. حالا ارتباطات حاجی با سحر قریشی هم تو قسمت بعدی به شما میگم. این سری چت و اینا دارم مثلا براتون داغون. برگردیم دوباره بازیکن‌های فوتبال. شیس رضایی که با منشی بنده خدایی که توی خیابون صحرا یه دفتر داشت، با اون ارتباط داشت. دختر بنده خدا 18 سالش بود، زد این دختر رو حامله‌اش کرد. که اگر آقای شیس رضایی بخوام خیلی هم نشونه بدم، توی خیابون هرمزان یه دونه بنز سیل کا داشتی مشکی که اونجا یقت میکنن، میگن چرا دختر مردم رو زدی، پردازشو زدی و حامله‌اش کردی، که اونجا مثل نمیدونم چی بگم گریه کردی و نمیدونم. بعد از اون هم حالا اون دخترم بچه رو انداخت و رفت امریکا. اینم وضعیت سری فوتبالیستای ما. مثلا این الناز شاکردوست که مثلا گفتم با خیلی ها بوده، از یکی ماشین گرفته بوده، از یکی چیزای مختلف. این نمونهش هم خیلی جالبه. با یه شخصی دوست بود به اسم آرش. ایشون یکی از سرمایه‌دارا هستن که برج توی تهران و نمیدونم استانبول ترکیه و سایر شهرهای ترکیه و تو امارات میسازه. زمانی که با علیرضا حقیقی بودی همزمان با این آقا آرشه بودی که یه دونه ساعت AP برات میخره. قیمت اون ساعت اون زمان 70 میلیون بود، الان 500 میلیون تومان قیمت همون ساعت هست که اون ساعت رو گرفتی و پیچیدی اصطلاحاً میگن به بازی. و اگر بخوام خیلی نشونه بدم، آرش همونی بود که یه دونه هیوندای ساناتا سفید رنگ داشت 2012 یادته که باش میرفتی این ور اون ور، که تو سال 2010 چون خیلی سال باش بود یه دونه تصادف تو اتوبان مدرس میکنی جنوب به شمال که کله جفتتون میخوره به شیشه. گفتم حالا این دیتیل رو داشته باشی. که بعد از اونم اون پسره آقا آرش، حالا گفتن نداره دیگه، ولی خب با آت بود یه هفته بعدش سوزاک گرفت. حالا گفتم که خواهشاً وقتی میدیدم که یه مقداری حواستون باشه یکم بهداشت رو رعایت بکنید. با همه میپرید دیگه این اتفاقات هم برای اون بنده خدا نیفته. یا مثلا امید روانخواه، بازیکن سابق استقلال که تو دربی هم گل زده بود. اصلا میدونید داستانی که ایشون محو شد از فوتبال چی بود؟ میگفتن رباط صلیبی پاره کرد و فلان. اینا نه دوستان، اینا نیست. داستان این قراره که ایشون به یه دختر زیر سن 18 سال تجاوز کرده بوده. اگه خیلی میخواید آمار این آدم هم در بیارید، برید تو پلیس امنیت تهران پروندهش رو بکشید بیرون که شکایت داشته. اسم خانومه اگه بخوام بازم نشونه بدم مرجان بوده که اون موقع برات 300 میلیون وثیقه میبرن و اتفاقات دیگه. بعد میگن رباط صلیبی پاره کرده. این هم داستانه یه سری از این افراده. حالا زیادن، من مثلا خداداد و هاشمی نسب و یه سری افراد مثلا خونه مجردی دارن توی ولنجک، یه خونه 500 متری. گفتم دیتیل بهتون بدم. خیلی زیادن افراد، ولی فکر میکنم برای قسمت دهم که کلتون بیشتر از این سود نکشه کافی باشه. راجع به خیلی از افراد ما صحبت خواهیم کرد. اما اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، منتظر قسمت 11 هم باشید. راجع به سری از افراد احتمالاً وایس، ویدیو، اسکرین شات پخش بکنیم، چون ما سعی می‌کنیم که اطلاعات رو اصطلاحاً دسته‌بندی شده بدیم. راجع به کسی مثلا 20% اطلاعات بدیم، وقتی که تکذیب کرد 20% دیگه تزریق می‌کنیم تو مستند اون و سندها رو نشون میدیم که دیگه طرف جایی برای لاپوشونی کردن و نمیدونم بگه دروغ میگه و رسانه خارج از کشوره و مزدوره و نمیدونم از فلان کس خط میگیره نداشته باشه. وقتی سند وجود داشته باشه دیگه دهن رو میبندید و نمیتونید چیزی بگید. ولی ما منتظریم بیاید تکذیب کنید تا بعدش سندها و فیلم‌های دوربین مدار بسته و تصاویر مخفی که ازتون گرفتن و وایسایی که دادید و به مردم نشون بدین که بدونن که شما قشنگ به معنای واقعی کلمه سلبریتید، نه سلبریتی. که فساد رو کلا بهش 2 روپایی زدید و گفتید داشت بزن کنار. فساد چیه؟ مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون از شما. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید و برامون هم حتما کامنت بذارید. ممنون از شما.